من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. این تخویف اخروی هست و دلیل وسعت. تخویف اخروی و دلیل وسعت. خدا ندارد، رزق ندارد، نان ندارد، یا اینکه امکاناتی که مشکلات این زن و شوهر را بعد از جدایی حل کند. همه زمین و آسمان مال الله. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. فقط و فقط برای الله است تمام آنچه که در آسمان ها و زمین هست. ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب. وصیت قبلا خواندیم به معنی چی هست؟ حکم تأکیدی، دستور تأکیدی. الله می فرماید همانا ما تأکیدا دستور دادیم کسانی را که اوتوا الكتاب من قبلکم، کتاب داده شدن قبل از شما، و ایاکم و بالخصوص شما مسلمانان را، ان اتقوا الله، اینکه از الله بترسید. ببینید در هیچ آیه از این آیات نیست که دستور تقوا نباشد. چقدر این تقوا مهم است. حتی خداوند می فرماید به پیشینیان و بالخصوص به شما مسلمانان اگر تقوا باشد همه مشکلات حل میشه. و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اما اگر شما کفر بکنید، ناسپاسی بکنید، خب الله عزوجل هم پروایی ندارد و به الله ضرری نمی رسانید. چرا؟ علت اون جزای مقدر. فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همانا فقط و فقط برای الله است آنچه که در آسمان ها و زمین است. و کان الله غنیا. الله بی نیاز هست، غنی هست، محتاج اطاعت شما نیست، فرمانبری شما نیست. حمیداً ستوده شده است، بندگانی دارد که خدا را ستایش می کند. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. دلیل غنای الله چیه؟ فقط و فقط برای الله است تمام آسمان ها و زمین، یعنی تصرفات، اختیارات، خزائنی که در آسمان ها و زمین هست. و کفا بالله وکیلا. الله کافی است از نظر کارساز، بهترین کارساز برای شما الله است. ان یشاء یذهبکم ایها الناس. این علت اتقو هست. خدا به شما حکم تاکیدی کرده ان اتقوا الله. چرا؟ الله می فرماید چون که خداوند قادر است شما را ببرد گروه دیگر را به جای شما بیارد. هر کاری با شما میتونه بکنه، پس از او بترس. این یشاء یذهبکم، اگر بخواد میبره شما را ایها الناس، ای مردم، و یأتی بآخرین، می آورد نسل دیگر، گروه دیگر را به جای شما. و کان الله علی ذلک قدیرا. این علت ما قبل، الله بر این چیز قادر هست. لذا ببینید رضایت خدا را از دست ندهید. من کان یرید ثواب الدنیا. الله می فرماید هر کسی که اراده ثواب دنیا بکند، خب اون همون ثواب دنیا بهش میرسد. و هر کسی، از سیاق آیه میفهمیم، هر کسی که اراده ثواب آخرت بکند ثواب آخرت بهش میرسد. چرا؟ این علت اون جزا هست.
فعند الله ثواب الدنیا والآخره، نزد الله ثواب دنیا و آخرت همه در دست الله. و کان الله سمیعا بصیرا، الله تعالی سمیع هست و بصیر هست، هم حرفهای شما را میشنود و هم احوال شما را میبیند. شما دنبال ثواب دنیا هستید، پاداش دنیوی هستید، یا دنبال پاداش دنیوی و اخروی، یا هر دو. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم. خب این هم تنویری هست بر حکم نهم سلطانی. حکم نهم سلطانی، حکم نهم سلطانی بود که شما گواهی را بدید، گرچه گواهی علی انفسکم بر علیه خودتون تمام بشه، شما در گواهی کوتاهی نکنید، شهادت را آنطوری که حقش هست بدهید. خب شبهه پیش میاد، سوال پیش میاد که انسان اگر میخواهد به غریبی، به فقیری، به مسکینی یا به والدین اگر بخواد نفعی برساند، نباید بر علیه اونها گواهی بده، چون اونجا بود اینجا هم هست ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اینجا انسان وقت میخواد که به فقیری کمک بکند، به مستمندی کمک بکند، گواهی را به نفعش بده، گرچه اصل گواهی بر ضررش باشد. انسان بر علیه گواهی ندهد، چون گواهی بر علیه بدهد اون در بدر میشه، به او ظلم میشه، از حقی دستش کوتاه میشه. الله تعالی میفرماید نخیر، اینجا تنویر و توضیح هست، این صورت درست نیست. شما نباید رعایت هیچ کسی را بکنید، اون کس این یکون غنیا او فقیرا، چه غنی باشد چه فقیر، چه والدین شما باشد چه اجنبی باشد. خب این که ضرر میکنه او را به خدا بسپار. خدا چیکار میکند؟ یغنی الله کلا من سعته، خداوند هر یکی را مستغنی میسازد، ضرری متوجه نیست. اینجا علامه خازن در تفسیر این میفرماید والمعنى وکلوا امرهم الى الله تعالی، شما گواهی حق بدهید، بقیه امرشون را به خدا بسپارید. وکلوا امرهم الى الله تعالی فهو اعلم بهم و بحالهم، خدا بهتر میداند نسبت به حال اونها. لذا شما فکر نکنید من گواهی بر علیه پدرم بدهم حق پدری را رعایت نکردم. نه، حق پدری همین است که شما صداقت داشته باشید. یا گواهی اگر بدهم بر علیه یتیم، به یتیم ظلم میشه. نه، الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط، ای مؤمنان شما قائم بالقسط باشید، یعنی انصاف و عدالت را چی بکنید؟ شما رعایت بکنید. شهداء لله، در حالی که گواهانی باشید برای الله، برای رضای خدا گواهی بدید. ولو علی انفسکم، گرچه این گواهی بر علیه خود شما تمام بشه، او الوالدین، گرچه بر علیه پدر و مادر شما، والاقربین، گرچه بر علیه خویشاوندان شما تمام بشه. خب اگر این خویشاوند پدر فقیر باشه به ضررش، الله می فرماید این یکن غنیا او فقیرا، اگر اون کسی که شما بر علیه او گواهی می دهید غنی باشد، توانگر باشد، او فقیرا، یا ناتوان و فقیر باشد، فالله اولا بهما، شما دلسوزی نکنید، خدا اولاست به اونها، خدا نزدیکتره، خدا منفعتشون را بهتر میدانه. شما دلسوز و خیرخواه نباشه، شما حق را بگید. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، شما پیروی هوایتان نکنید از اینکه عدالت کنید. شما پیروی هوا نکنید از اینکه چی؟ عدالت بکنید، بلکه شما پیروی حق را بکنید، نه پیروی هوا. این ان تعدلوا دو معنی میتونه داشته باشه، یکی به معنای عدول، به معنای اعراض از حق. عدول یعنی چه؟ عدول اعراض از حق. یا اینکه
ان تعدلو از عدول نیست، از عدل هست که ضد جور هست، ضد ظلم هست. در هر دو صورت مضاف اینجا مقدره. ان تعدلو وقتی به معنی اعراض باشد میشه که فلا تتبعوا الهوى ان تعدلو، یعنی ارادت ان تجورو، شما تجورو همین ظلم، شما از هوایتون پیروی نکنید. چطور انسان از هوا پیروی میکند؟ به اراده اینکه ظلم کند. یا اینکه تعدلو وقتی که به معنی عدل باشد محبت ان تعدلو، شما از هوا پیروی نکنید به محبت اینکه بگید من عدل میکنم، نه، این عدلی که در واقع این عدل به پیروی از هوا باشد یا ظلمی که شما میخواید جلوی ظلم را بگیرید پیروی از هوا باشد به درد نمیخورد. و ان تلووا او تعرضوا، اگر شما برگردید گردن خودتون را کج بکنید، همون به معنی اعراض میاد، او تعرضوا یا اعراض کنید، فان الله کان بما تعملون خبیرا، همانا الله عزوجل به آنچه که شما عمل میکنید خبر دارد. به هر حال این هم تنویری بود بر یکی از احکام سلطانیه که قبلا شما اون حکم سلطانی را خواندید که شما وقتی که گواهی میدهید اونجا قسط و عدالت و انصاف را در نظر بگیرید، صداقت را، زبان کج نکنید، زبان را نگردانید. بعد از اینکه هم امور انتظامیه تمام شد مربوط به رعیت و هم امور انتظامیه و احکام سلطانیه مربوط به سلطان و حاکم و همچنین تنویرهایی بر اردن و احکام، جایی که لازم بود خداوند توضیحاتی و تنویرات بیشتری بیان فرمود، اکنون در پایان بحث امور انتظامیه زجر میخوانیم بر منافقین. منافقین هر جا مخل بودند، هر جا مشکلات از اینها بود، الله تعالی بیان میفرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، ای کسانی که آمنو ایمان آوردید، باللسان ایمان با زبان دارید، آمنو بالله و رسوله، بالقلب شما ایمان به قلب بیارید و ایمان به قرآن بیاورید، آمنو بالقلب والقرآن، آمنو بالله و رسوله. علامه آلوسی میگه والخطاب للمنافقین المؤمنین ظاهرا، اینجا خطاب به منافقینی که ظاهرا مؤمن بودن، اونها میگه یا ایها الذین آمنو. فمعنى اخلص الایمان، معنیش اینه که ای منافقان ایمانتان را خالص برای خدا بگردانید. یا ایها الذین، مدارک اینجور گفته یا ایها الذین آمنوا نفاقا آمنوا اخلاصا، یا ایها الذین آمنوا نفاقا آمنوا اخلاصا، تفسیر مدارک. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، شما ایمان خالص بیاورید به الله و رسولش، والکتاب الذی نزل علی رسوله، و همچنین ایمان بیاورید به کتابی که نازل فرموده بر رسولش، والکتاب الذی انزل من قبل، و همچنان ایمان بیاورید به آن کتابی که الله فرو فرستاده قبل از این، یعنی به تورات و انجیل. و من یکفر بالله، هر اون انسانی که کفر بکند به خدا و ملائکته، و کفر بکند به ملائکه خدا و کتبه و به کتابهای خدا و رسوله و به رسولان و پیام آوران الله و الیوم الاخر، به روز آخرت، فقد ضل ضلالا بعیدا. ثمره و نتیجه این انسان گمراه شد، گمراهی بعید عن الحق، از حق بسیار فاصله دارد. و اکنون مذمت این منافقان، ان الذين آمنوا، درستی که کسانی ایمان آوردند، ثم کفروا، سپس کفر کردند، ثم آمنوا، سپس ایمان آوردند، ثم کفروا، سپس کفر کردند، ثم ازدادوا کفرا، سپس کفرشان را اضافه کردند، سپس کفرشان را اضافه کردند. ببینید
مربوط از آمنو، منظور از آمنوی اول چیه؟ کفروی اول چیه؟ آمنوی دوم چیه؟ کفروی دوم چیه؟ ثم ازدادوا کفرا چیه؟ علما و مفسران می‌نویسن که هر یک از این آمنو و کفرو مصداق ندارد. آمنو فلان وقت ایمان آوردن، بعدا فلان وقت کفر کردن، فلان وقت دوباره ایمان آوردن، نه، بلکه این کنایه از تذبذب است، تزلزل است، تردد است. هی یک روزی که میبیند که شرایط ایمان برابره در صف مسلمانان، یه وقتی میبینه مسلمانان ضعیف در صف یهودی ها، یه وقتی میبیند که غنیمتی هست بهرحال جلو جلو پیشا پیش، یه وقتی میبینه که مشرکین همه جمع شدن، اون وقت با مشرکین ارتباط خصوصی دارد. پس مراد ایمان خاص و کفر خاصی نیست، بلکه مراد چی است؟ تردد و تذبذب هست. قال القفال رحمه الله وليس المراد بیان هذا العدد. مراد این نیست که 4 بار ایمان 4 بار کفر، یا 2 بار ایمان و 2 بار 3 بار کفر، چون 3 تا کفر آمده نه. ثم کفروا ثم بعد ثم کفروا ثم ازدادوا کفر، 3 تا کفر و 2 تا ایمان. این 5 عدد لازم نیست، بل المراد ترددهم، بلکه مراد تردد هست. شاید 10 بار ایمان 10 بار کفر، یعنی 10 بار به سوی ایمان آمدن 10 بار به سوی کفر رفتن. کما قال مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. پس اون مراد هست. این انسان هایی که تردد دارند در ایمان و کفر، الله می فرماید لم یکن الله لیغفر لهم، الله آنها را نمی بخشاید، ولا لیهدیهم سبیلا، نیست خداوند که آنها را مغفرت کند و نه اینکه آنها را هدایت کند بر راه راست. سبیلا یعنی الی سبیل الجنه، به راه بهشت اینها راهنمایی نمی شوند. بشر المنافقین، مژده بده این نوع منافقین را. این ذم منافقین هست، اما استهزاء و تمسخر هست که وعید را با بشارت و با مژده تعبیر می کنند. بشر المنافقین، بشارت بده مژده بده منافقین را، بأن لهم عذابا الیما، به این که برای آنان عذاب دردناک هست. اینا چه کسانی هستند این منافقین؟ اوصاف منافقین. وصف اول الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، کسانی هستند که کافرین را دوست صمیمی میگیرند بغیر از مؤمنین. ببینید یک چیزی هست، این نکته را توجه بکنیم، حتی خود ما فقط به منافقین مدینه فکر نکنید. همیشه عرض کردم که آیات را با عصر خودمون هم تطبیق بدیم. خیلی ها هستند که آداب و رسوم اسلامی و مسلمانان را دوست ندارند، آداب و رسوم غیر مسلمانان را دوست دارند. لباس پوشیدن اونها، نوع عروسی اونها، نوع مراسم اونها، نوع نشست و برخاست اونها، حتی زبان اونها. بسا مسلمانان هستند که از زبانشون خجالت میکشند و به زبانهای دیگه دوست دارند که صحبت بکنند. لذا این در واقع که انسان هم آداب اونها را دوست داشته باشد، هم رسوم اونها را دوست داشته باشد و هم عرض کنم که نوع زندگی اونها را دوست داشته باشد، این علامت نفاق است. حضرت شاه ولی الله رحمه الله فرموده که تمام صورتهایی که در صدر اسلام بوده امروز هم هست، صفات یهود امروز هم هست، صفات مسیحیان امروز هم هست، صفات منافقین امروز هم هست. لذا امروز باید مسلمانان آگاه باشند. خیلی ها هستند که با خودی ها دوست نیستند، اصلا با خودی ها نشست و برخاست ندارند، با بیگانگان با غیر مسلمانان بیشتر دوست دارند که دوستی داشته باشند. اصلا بعضی از افراد هستند که بعد از مرگ کسی میدوند که این چی بوده، چه کار بوده، از بس که با خودی ها
ارتباط نداشته. لذا الله تعالی اینجا میفرماید الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، این منافقین کسانی هستند که کافرین را دوست صمیمی گرفتند بغیر از مؤمنان، با مؤمنان دوستی صمیمی ندارند. الله میفرماید ایبتغون عندهم العزه، آیا اینها عزت خودشون را اونجا میخواند، اونجا میطلبند؟ عزت اونجا نیست. فإن العزة لله جمیعا، همانا عزت فقط و فقط برای الله است، جمیعا همه عزت. لذا شما باید عزت را از الله بخواهید. الله چطور عزت میده؟ راهی که خدا تعیین کرده اون راه را بپیمایید. الله می فرماید وقد نزل علیکم فی الکتاب، این وصف سوم منافقین. وصف دوم این است که با مسلمانان دوستی نمیکنن، با کفار دوستی دارن. وصف سوم وقد نزل علیکم فی الکتاب، همانا نازل شده بر شما در کتاب، در سوره انعام، ان اذا سمعتم آیات الله، این که هرگاه شما بشنوید آیات الهی را، یکفر بها و یستهزأ بها، نسبت به آیات الهی کفر میشه، مسخره میشه. فلا تقعدوا معهم، با اونها ننشینید. یکی دیگر از خصال اونها اینه که مجالسشون مجالس مسخره هست، مسخره کتاب و سنت، مسخره انسانهای متشرع پایبند شریعت، مسخره اهل حق اهل دین. لذا الله می فرماید فلا تقعدوا معهم، با اونها ننشینید. آیا کلا قطع رابطه کنیم؟ نه، نشستن شما شاید برای اونها مفید بشه، اصلاح بشن. لذا حتی یخوضوا فی حدیث غیره، حتی که آنها وارد بشوند در سخنی دیگر. انکم اذا مثلهم، علت نهی، اگر شما نشستید به سخنان اونها گوش کردید، به خنده اونها قهقه زدید، با اونها همرنگ شدید، شما مثل اونها میشید. شما که مثل اونها بشید، خداوند روز قیامت همه کافرین و منافقین را یک جا جمع میکنند. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، همانا الله جمع میکند منافقان را و کافران را در جهنم همگی را. الذين يتربصون بكم، الله می فرماید وصف دیگر منافقان کسانی هستند که برای شما انتظار میکشند، انتظار نزول حوادث، انتظار اتفاقات بد. هرگاه بشنوند که مسلمانان ضربه خوردن خوشحال میشن، اما اگر خیری باشد فوراً کنار شما، فوراً نزدیک شما. الذين يتربصون بكم، کسانی که انتظار دارند برای شما نزول حوادث را بنویسید، نزول اتفاقات را. فإن كان لكم فتح من الله، اگر برای شما فتحی باشد از جانب الله، پیروزی و موفقیتی باشد از جانب الله، قالوا الم نکن معکم، میگویند آیا ما با شما نبودیم؟ ببینید مطلبی خدمت شما عرض کنم که گرچه همه جا همه صورتهای نفاق مثل هم نیستند. علامه ابن قیم در یک بحثی طولانی گفته نفاق دون نفاق، نفاق با نفاق فرق داره. یک نفاقی هست که مخرج عن المله هست، انسان را از دین خارج می کند، انسان را کافر می کند، مثل همون نفاقی که ابن ابی داشت، ظاهرش مسلمان باطنش کفره. اما یک نفاق پایین تر است، بعضی مسلمانان هستند که صفات نفاق دارند، همون که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. هرگاهی که سخن میگوید دروغ، هرگاهی که وعده میکند خلف وعده، و هرگاهی که امین قرار میگیرد به هر خیانت میکند. خب اینها مسلمانان هم میکنند، منافقن، ولی نفاق دون نفاق، یک نفاقی است کفر و یک نفاقی است فسق. خب بعضی صورتهای دیگر نفاق اینجا من میخوام خدمت شما عرض بکنم. بعضی ها هستند در مسائل سیاسی اجتماعی با اهل حق هستند،
با مسلمانانن، با علما هستند، اما هر گاهی که میبینیم در یک جایی شکستی متوجه میشه، در یک مسئله خطایی صورت میگیرد، خب کسانی هستند که نفاقن دون نفاقین دارند. منافق به معنی کافر نیستند ولی صفات نفاق را دارند. میگویند که ما گفتیم، اینها گوش نکردند، اینها همیشه بی تدبیرند، اینها نظم ندارند، اینها فلان ندارند، هی ملت میگذارند. اما وقتی که موفقیتی باشد، وقتی که خدای عزوجل یک موقعیت اجتماعی به اهل حق میده که حرفشون جایی رو دارد، لذا میبینیم این افراد صف اول هستند، دستبوس هستند. لذا اینها صفات هست که در شرایط بد دوری میکنند، در شرایط خوب نزدیکی این هست. نفاق دون نفاقین، اون نیست ولی پایین تر از اون هست. لذا مسلمان همیشه و کسی که در کنار اهل حق است با خوشیش خوشحال بشه، با غمش ناراحت بشه، نه اینکه به وقت غم و ناراحتی خودش را دور. یک وقتی شرایطی هست هیچ که نزدیک نمیاد و از دور پیام میفرستم ما با شماییم، ولی میترسم برایشون مشکلی پیش بیاد، موقعیتشون به خطر، ولی یک زمانی هستن که پیشا پیش هستن. لذا ببینید به نوعی تشابه هست. الله میفرماید الذین یتربصون بکم، کسانی که انتصار دارن به شما حوادث را، فإن کان لکم فتح من الله، اگر برای شما فتحی باشد از جانب الله، اگر غنیمتی باشد، اگر خیری باشد، اگر موقعیتی باشد، قالوا الم نکن معکم، آیا ما با شما نبودیم؟ ما هم از شماییم. و ان کان للکافرین نصیب، اگر برای کافرین نصیبی باشد، اونجا پیش کافرین میرن چی میگن؟ میگن ما بودیم سبب شکست مسلمانان شدیم، ما اونجا اونها را به هم انداختیم، صفایشون را به هر حال متفرق کردیم. قالوا الم نستحوذ علیکم، آیا ما بر شما مسلط نشدیم؟ و نمنعکم من المؤمنین، شما را از مؤمنین باز داشتیم، یعنی نگذاشتیم مؤمنین پیروز بشند، ما سبب شکست اونها شدیم. الله تعالی می فرماید اینهایی که دوگانه رفتار میکنند، اینهایی که دو رنگ و هم چند رنگ هستند، الله می فرماید فالله یحکم بینهم، ثمره اخروی الله داوری میکند، قضاوت میکند بین اینها. بنویسی عملا یحکم، عملا روز قیامت الله تعالی فیصله میکند. ولن یجعل الله للکافرین، الان الله تعالی تسلی میده مؤمنان را، مؤمنان شما پریشان نباشید. ولن یجعل الله، هرگز قرار نداده الله برای کافرین بر مؤمنین سبیلا، راه غلبه، یعنی کفار هیچ وقت بر شما غالب نمیشوند، کفار هیچ وقت بر شما نمیتونن بتازند. خب ان المنافقین یخادعون الله، وصف پنجم منافقان. الله میفرماید ان المنافقین یخادعون الله، همانا منافقین به زعم خودشان خدا را فریب میدن. بنویسید در اظهار ایمان، در چی؟ در اظهار ایمان، یعنی اظهار میکنه ایمان را در حالی که خدا میدوند، فکر میکنه خدا نمیداند، در حالی که و هو خادعهم، خداوند فریب دهنده اونهاست. ببینید الله عزوجل از فریب پاک است، العیاذ بالله از مکر و فریب چیه؟ پاک است. پس اینجا و هو خادعهم چرا خداوند فرمود؟ این را در مقابل خدای اونها گفت و مکروا و مکر الله، چون که در کنار مکر واقع شده میگه مکر الله، تدبیر خدا را به مکر یاد میکنه. خدای اونها را یاد کرد، بعدا تدبیر خدا به چی یاد میشه؟ به خدا. مثل جزاء سیئة سیئة، قبلا هم خدمت شما گفتم، آیا کسی انتقام بدی را بگیره میگه بده؟ نیست، ولی به خاطر عرض کنم که مشاکلت و مجاورت همون تعبیر چی شده؟ بکار برده شده. الله می فرماید ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، در حالی که الله اونها را چی میکند؟ فریب میده. یعنی چه؟ یعنی الله تعالی اونها را عذاب نمیده، اونها در صف مسلمانان میان، خداوند افشا نمی کند، رسوا نمی کند،
اونا فکر میکنه خدا نمیدونه. الله از همه چیز خبر دارد. و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا. ببینید اینها صورتهای نفاق هستند. نفاق عملی داریم، نفاق اعتقادی داریم. متاسفانه در ما مسلمانان این صفات نفاق عملی پیدا میشن. هرگاه به نماز بلند میشن، بیدار میشن، قاموا کسالا، بلند میشن چی؟ کسل. واقعا کسی که صفات الله پناه بده نفاق در او باشه، نماز باری هست برای اون. نمازی هست، باری هست. اکثر مسلمانان امروز نماز را باری می دانند. یکی از در یک جای دیدم نوشته بود که اگر واقعا نماز باری نیست، وقتی که در سفر هستی نماز 4 رکعتی 2 رکعت میشه، چطور ذوق زده هستی، خوشحالی که 4 رکعت نیست 2 رکعت، در حالی که نماز قرة عین مؤمن است. شما 4 رکعت را وقتی که 2 رکعت میخوانی خوشحالی راحتی، یا وقتی که نمازت را تمام میکنی احساس میکنی باری کم شد. نماز را برگزار میکنی میگی راحت شدم، در حالی که رسول الله میگه نماز راحتی در نماز هست. لذا اینها صفاتی هستند. مؤمن باید نمازش را چنان بخواند که بزرگترین لذت زندگی را در نماز ببیند. وقتی که اینطور باشد انسان وارد نماز که بشه تازه لذت شروع میشه، نه اینکه نماز تمام بشه لذت شروع میشه. لذا الله می فرماید و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا. هرگاه که می ایستند به سوی نماز، قاموا کسالا، کسل می ایستند، بیحال می ایستند. یراؤون الناس. خب وصف پنجم یخادعون الله بود. وصف ششم و اذا قاموا الى الصلاة بنسبت به دلیل عدم اعتقاد، چون به نماز اعتقاد ندارند. وصف هفتم یراؤون الناس، ریا. یراؤون الناس، به مردم نشان میدهند. ولا یذکرون الله الا قلیلا، در نماز الله را یاد نمی کنند مگر اندک، با بیحالی. اما کسی که نماز را با خشوع خضوع با لذت میخواند، با اهتمام تمام کلمات نماز را و تسبیحات را و اذکار را به نحو احسن به کثرت میخواند. مذبذبین بین ذلک، مذبذبین بین ذلک وصف هشتم. الله میفرماید متردد هستند بین ذلک، بین این. بین ذلک ای بین الموحدین والمشرکین، بین موحدان و مشرکان چیند؟ تردد دارند. لا اله هؤلاء و لا اله هؤلاء، نه اینجا و نه آنجا، نه کاملا با این فریقند و نه کاملا با اون، در وسط موندن که چیکار بکنند. الله می فرماید این نفاق انسان را گمراه میکنه. این گمراهی هست، ثمره دنیوی به دلیل عناد، ثمره دنیوی نفاق. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، هر کسی را الله گمراه کند هرگز نمیابی شما برای او راهی، سبیلا الی الجنه، که اون به بهشت آخر برسد. نفی مختار کل، یعنی تو پیغمبر هم نمیتوانی هدایتش کنی. یا ایها الذین آمنوا، اینجا خداوند مؤمنان واقعی را، مؤمنان مخلص را میگه شما مثل منافقین نباشید، شما با کفار دوستی صمیمی داشته نباشید. همدم عرض کنم که صمیمیت داشته نباشید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء، شما کافرین را دوست صمیمی نگیرید به غیر از مؤمنان. شما اگر دوستی میکنی با اهل دین، اهل توحید، اتريدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. ببینید چرا دوستی و موالات با کفار اینقدر مذموم هست؟ یه چیز تجربی هست. اینا دشمنان خدا هستند. ما وقتی که 2 تا برادر هستیم، یک برادر با کسی دشمنی دارد،
اون برادر دیگه دوست باشد با دشمن شما، چقدر شما ناراحت میشید که این اگر برادر من است چرا با دشمن من دوسته؟ وقتی که ما بنده خدا، مخلص خدا، مؤمن به خدا، مطیع خدا باشیم، چرا با دشمن خدا، اون کسی که خدا را قبول ندارد، اون کسی که نسبت به خدا شریک قائل است، ما با او صمیمیت داشته باشیم؟ خب گاهی خواندیم قبلا که مسائل کاری، باری، تجاری اونها جای خود، اما صمیمیت، چنان صمیمیت که انسان متأثر بشه از احوالشان، متأثر بشه از عادات و زندگیشان و اونها را در زندگی خود پیاده بکنه. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا الکافرین، نگیرید کافرین دوست، من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنان، اتریدون ان تجعلوا لله، ثمره موالات، آیا شما میخواهید ان تجعلوا لله علیکم، قرار بدید برای خدا، علیکم بر علیه خودتون، سلطانا مبینا، مدرک ظاهر، الزام ظاهر، یعنی خداوند فردا بر علیه شما مدرک و سلطان ظاهری داشته باشد که شما بر اساس اون ملامت بشید. اون مدرک چیه؟ با دشمن خدا دوستی کردن. لذا این کار منافقین است، کار شما مخلصین نباشد. ثمره منافقان را ببین و از اون عبرت بگیر. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بدون شک منافقان در طبقه پایین ترین از آتش جهنم هستند. اونجا جای منافقین. شما مخلصید، شما مثل اونها نباشید. ولن تجد لهم نصیرا، هرگز نمیابند یا نمیابی تو ای پیغمبر برای آنان یاوری، مددگاری، نفی شفاعت قهری، هیچ کسی نیست که اونها را کمک بکند. الا الذین تابوا، مگر اینها استثناء هستند. بشارت هست و همچنین تشویق و ترغیب منافقان به توبه هست. الا الذین تابوا، مگر کسانی که توبه بکنند از نفاق و کفر و اصلحوا، اصلاح بشند، یعنی دوباره از تکرار گذشته را نکنند. و اعتصموا بالله، به الله و به دین خدا و به کتاب خدا چنگ بزنند. و اخلصوا دینهم لله، دین خودشان را خالص بکنند، بنویسه از نفاق و ریا، از نفاق و ریا خالص بکنند برای الله. فاولئک مع المؤمنین، نتیجه تائبین، ثمره تائبین، این دست همراه با مؤمنین هستند. بنویسید در درجات جنت، اینها در جنت، در طبقات جنت با مؤمنین خواهند بود. و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب الله تعالی میدهد به مؤمنان پاداشی عظیم در آخرت. بیشتر وعده های الهی برای مؤمنان در آخرت است و کمتر در دنیا. لذا الله در آخرت به مؤمنان اجر و پاداش بزرگ میدهد. ما یفعل الله بعذابکم، اینجا خداوند تشویق به توبه کرد، نه الا الذین تابوا. هر جا خداوند تشویق به توبه میکند. خدا دوست دارد بندگانش توبه بکنند، رجوع کنند به سوی خدا، برگردند به سوی حق. چون که خدا میفرماید من که شما را عذاب بدهم به من چه سودی میرسد؟ چرا عذاب بدهم در صورتی که شما سپاسگزار باشید و مؤمن باشید؟ هرگز شما را خدا عذاب نمیده. ما یفعل الله بعذابکم، چه میکند خدا با عذاب شما؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر شما شکرگزار باشید. و آمنتم طریقه شکر است. چطور ما شکرگزار خدا باشیم؟ آمنتم، ایمان صادقانه. ایمان درست و صادقانه چی میشه؟ سبب شکر. و کان الله شاکرا علیما، اگر ایمان داشتید شاکر بودید خدا هم شاکر خواهد بود، یعنی قدردان. کان الله شاکرا، خداوند هم قدردانی میکند از ایمان شما، از اخلاص شما، از عمل صالح شما. علیما، خدا خوب میداند، اخلاص را میداند. اونی که از روی ریا باشد هم میداند، اونی که بر اساس اخلاص و خدا ترسی و تقوا باشد هم میداند. صدق الله العظیم.
من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين